رمضان بیا و از فضای ما غم رو ببر، با قدومت فیض آر و دیده نم رو ببر. رمضان بیا و از فضای ما غم رو ببر، با قدومت فیض آر و دیده نم رو. نقش قرآن تا در این عالم نشست، نقش های کاهن و با شکست. فاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتابی نیست چیزی دیگر است. چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. به نام و یاد خدا، درود بر پیامبر مصطفی. بیننده های عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم در یکی دیگر از برنامه های لحظه های آسمانی خدمت شما عزیزان قرار داریم. امیدوار هستم روزهای رمضان مبارک به خوبی و خوشی سپری شده باشد و طاعات و عباداتتان قبول درگاه خداوند ذوالجلال باشد. در این برنامه موضوعی که می خواهیم رویش صحبت کنیم، قرآن کتاب تدبر و عمل هست. در این برنامه با ما در استودیو استاد عبدالصمد قاضی زاده حضور دارند. نخست ایشان را به برنامه خوش آمدید میگیم. خیلی خوش آمدید جناب استاد. تشکر، سلامت باشین. عرض سلام و احترام خدمت همه بینندگان عزیز، خواهر و برادر. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و تشکر از شما جناب عتیق صاحب عزیز و از دعوتتان در برنامه. سلامت باشین، بخیر باشین. جناب استاد، قسمی که خدمت شما اشاره کردیم، موضوع برنامه تحت عنوان قرآن کتاب تدبر و عمل هست. بیایم از مفهوم تدبر اگر شروع کنیم که مفهوم تدبر در قرآن چیست و قراره که از فحوای خود کلمه تدبر اگر ما یک استنباطی داشته باشیم، شاید به ذهن ما تفسیر قرآن بگردد. آیا منظور از تدبر تفسیر قرآن است یا اینکه تدبر به مفهوم دیگر اطلاق میشه؟ بسیار عالی، سوال بسیار زیبا و یکی از جمله موضوعات بسیار مهمی است که خود قرآن روی این موضوع تاکید کرده و اشارات داره. از اول قرآن تا آخر قرآن وقتی ورق بزنید بخوانید، این آیت 2 مرتبه در قرآن تکرار شد. یک جا الله سبحانه و تعالی میفرماید افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. جای دیگر الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرماید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آیا در مورد این قرآن شما تدبر و تفکر نمی کنید؟ و جالبتر و زیباتر از این است که بگذارید موضوع را به شکل درست‌تر باز بکنیم. وقتی مسلمان قرآن تلاوت میکند، یک سلسله آدابی است که در لابلای تلاوت قرآن باید او را رعایت بکند. به خود این آداب قرآن تقریبا برای 6 دسته تقسیم کرده، بیان کرده. یعنی در مجموع آداب تلاوت قرآن 6 چیز است که در خود قرآن بیان شده، که یکی از جمله این 6 چیز همین بحث تدبر است که در لابلای برنامه انشاءالله من به اشاره میکنم. وقتی یک مسلمان میخواد قرآن بخواند، اولین آدابی که باید رعایت بکند بحث طهارت و پاکی است. لا یمسه الا المطهرون. قرآن را جز پاکان کسی مساس نمیکند. در قدم دوم تعوذ و پناه بردن به الله تبارک و تعالی است. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. به خداوند باید پناه ببرید. در مرحله سوم ترتیل خواندن قرآن، درست خواندن قرآن است. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن تاکید کرده. در مرحله چهارم خود همون رعایت ادب سکوت است. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. در مرحله پنجم بحث تدبر و تفکر هست. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا شماهایی که این همه آداب قرآن رعایت میکنید در باب خواندن قرآن، وقتی که در بحث تدبر و تفکر میرسه، آیا ایران فکر میکنیم در این مورد یا نه؟ ما مسلمان ها اکثریت این مسائل رعایت میکنیم، با وضو طهارت قرآن میخوانیم، در وقت خواندن قرآن کوشش میکنیم سکوت رعایت بشه، اعوذ بالله بسم الله میگیم به اصطلاح، حتی قرآن با شیوه های مختلف، آوازهای بسیار زیبا با تجوید میخوانیم. اما چیزی که کم داریم نکته است که شما اشاره کردین، بحث تدبر یا تفکر در آیات قرآن است. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه میفرمایند
اگر کسی یک آیت قرآن را با تدبر و تفکر بخواند، یعنی وقتی یک آیه را میخوانه هم در مورد سیاق و متن آیت، هم در مورد نزول آیت، در مورد به اصطلاح پیام آیت قرآن تفکر و تدبر کند، بهتر از است که یک مرتبه کل قرآن را ختم کرده بدون که در او بیندیشد. بنابراین آنچه که قرآن از ما خواسته من حیث مسلمان همین بحث تدبر و تفکر است. و بسیار از ما مسلمان ها وقتی که قرآن میخوانیم در زندگی ما هیچ تغییری نمیآید، متاسفانه هیچ اصلا آثار یا تأثیرات قرآن در زندگی خود نمیبینیم. همه برمیگرده به همین قضیه برمیگرده. شما یک مثال بدم براتون که بهتر قضیه رو بگیرید. تصور کنید اگر یک نامه از جانب دوستتان براتون بیاید، شما اون نامه را خوانده بتوانید اما چیزی از او گرفته نتوانید، نفهمید که مقصود و مراد این دوست چی بوده، نمیتوانید در پاسخ اون نامه از خود یک عکس العمل داشته باشید یا پاسخی را بدهید یا به اصطلاح خوش بشوید یا ناراحت بشوید، چون نفهمیدید در حقیقت چیزی. از جانب الله سبحانه و تعالی زیباترین نامه برای ما آمده، زیباترین کلام و پیام، ولی متاسفانه بسیار از ما مسلمان ها در طول حیاتمون، حتی شاید کسایی باشه که یک مرتبه این نامه را نمیخوانه و اونها هم که میخوانن نمیفهمن و اونها هم که میفهمیم فهم ما کج است یا نادرست است، متاسفانه مشکل داره. به اون لحاظ است که ما در این مورد به همیشه به مشکل برخوردیم و نتونستیم به معنای واقعی از قرآن استفاده بنماییم. و آخرین آداب تلاوت قرآن که من اشاره کردم به او فقره و ما تیسر من القرآن است. اینا چیزایی است که خود قرآن در لابلایش در آیات متعدد برای ما ذکر کرده که مسلمانی که وقتی میخواد قرآن بخواند همه موارد باید مد نظر داشته باشه. هر جایی که از قرآن آسان است به شما، مورد فهمتان است، میتونیم که از او برداشته داشته باشیم، همونجا رو بخوانید تا باشد که به اصطلاح پیامی از او گرفته باشید. یعنی تدبر در معانی منظور هست اینجا. بسیار. افلا یتدبرون القرآن. ببینید تدبر آنچه که در قرآن میگه افلا یتدبرون القرآن، آیا شما فکر نمیکنید در مورد قرآن، یک چیزی است که برمیگرده به هر فرد خواننده قرآن. این تقاضای قرآن از هر فردی است که قرآن میخوانه. هر کسی که قرآن باور داره، اعتقاد داره به او میخوانه، باید در موردش تدبر. تدبر به این معنا در مورد نزولش، از کجا آمد، به خاطر چی آمد، به چی هدفی آمده، برای چی آمده، چی پیامی داره در بعد اجتماعی ما، در بعد انفرادی ما، در زندگی سیاسی ما، در ابعاد اقتصادی ما، در هر بعدی که زندگی ببینید چی برنامه داره. من یک مثال بدم براتون از خود قرآن در مورد تدبر قرآن. ما بارها شاید این آیت قرآن خوانده باشیم: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الجبال كيف نصبت و الى الارض كيف سطحت. شاید هر مسلمان بالاتر 100 مرتبه این آیت خوانده باشه، ولی آیا شده هر لحظه‌ای که آیت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت یک مرتبه ذهنت رفته باشه روی خلقت شتر، قامت فیزیکی شتر رو ببینی مثلا به چه ترکیب خداوند را ساخته، استطاعت وجودی رو بررسی کنی ببینی که به اصطلاح خداوند برش چه یک توانایی داده، حکمت از آفرینش او رو یک دفعه مد نظر بگیری که خدا در زی چه حکمت گذشته را آفریده، نفعی او رو برای خود انسان مد نظر بگیره که در وجود چه یک منفعتی است برای انسان. از شیرش استفاده میکنی، از گوشتش استفاده میکنی، وسیله حمل و نقل بارت است، وسیله خود. امروز این قضایا شاید برای ما عادی باشه، ولی در زمانی که قرآن نازل میشه 1400 سال قبل، بالاترین وسیله و امکانات روز همین است که قرآن رو مثال داد. بیا یک گام پیشتر از و الی السماء کیف رفعت، بیا آسمان با بلندی فکر کردی. خب این آیت قرآن در موردش باید تفکر بکنی. ارتفاع این آسمان از زمین تا به آسمان امروز مثلا بگن با سرعت نور اگر یک موشک پرتاب کنی چند میلیون سال نوری طول میکشه تا به اصطلاح بلکه به فضای اصلی هم نمیرسه تا پایینتر از او برسه. چه کسی آسمان رو با این بزرگی برافراشت، به زینت بخشیده، زیبایی برش داده، من حیث یک سقف بالای سر ما قرار داده. این همه تدبر و تفکر میگه. یک مثال است که از آیات یا مثلا آیات دیگر شما در قرآن سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، زود است که شما نشانهای قدرت ما را در آفاق ببینید، در بلندی های بلند ببینید. امروز مردم او نشانهای قدرت خدا را در مریخ میبینن، امروز مردم اون نشانهای قدرت خدا را در کائنات و در سیارات میبینن، ولی ما مسلمان ها متاسفانه هنوز از همون لفظ قرآن خلاص نشدیم.
در حالی که بارهایی را خواندیم. و فی انفسکم، خدا میگه در وجود خودتان. امروز وقتی که وجود انسان میشکافند با یک نگاهی در مثلا ترکیب خلقتی انسان میاندازن، چقدر تعجب آوره، چقدر باید روی این بیاندیشید. وقتی که قرآن میگه آیا در قرآن شما تدبر نمی کنید، تفکر نمی کنید، به اون فرموده شما تفسیر قرآن هم یک نوعی از تفکر قرآن است. هر مفسر آمده روی یک آیت فکر کرده، بالاخره تحت عنوان تفسیر بالرأی چیزی نوشته از همون فکر و تدبر خود. ولی آنچه که مراد است که هر انسان مسلمان باید فکر بکنه در مورد آیت. شاید آنچه شما از یک آیت قرآن برداشت میکنید من نتوانم او را برداشت کنم، و آنچه که من شاید از یک آیت قرآن برداشت میکنم شما یا مثلا این برادر دیگر ما نتونه او را برداشت بکنه. اولا از هر کسی مراده، هر کسی مخاطبه که اگر این ظرفیتی استطاعت توانایی در وجودش باشه ان شاء الله. سلامت باشین جناب استاد. یک نکته را شما اشاره کردین در مورد اینکه وقتی انسان قرآن را باز میکنه تفکر و تدبر کنه که قرآن برای چی نازل شده، هدف قرآن چیست. حالا بیاید همین سوال از شما مطرح کنم که واقعا هدف نزول قرآن چی بوده میتونه؟ بسیار عالی. جناب عزیز صاحب عزیز، یک مشکل کلان که ما مسلمان ها داریم متاسفانه وی است که بسیار از ماها مسیر غلط می رویم. لقمه را به جایی که تو به دهان خود کنیم از پشت سر میخوایم بیاریم به دهان خود کنیم. یعنی وقتی که برای ما گفته بشه که مسیرت اشتباه است، راهت اشتباه است، بسیار نعوذ بالله نمو شعار دوران جاهلیت سر میدن. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا. وقتی برش گفته بشه راه اصلی است، میگه نیم مگر قبل از تو مولا نبوده، پیش از تو عالم نبوده، نفر نبوده. هدف امسرزی هدف نزول قرآن است. برداشت بسیار از ما مسلمان است که ما قرآن به خاطر ثواب میخوانیم. خلاص یک گروه از ما اعتقاد و باورشون است قرآن ثواب داره خواندنش، خلاص از اول قرآن شروع میکنیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه برو تا آخر قل اعوذ برب الناس من الجنة والناس ختم. یک کاتگوری از ما مسلمان ها برداشتشون نیست فقط قرآن به خاطر ثواب است. من نمیگم که قرآن خواندن ثواب نداره، ولی اصل هدف نزول قرآن این نیست. گروهی دیگر از ما مسلمان ها متاسفانه برداشتشان از قرآن است که فکر میکنن که نمی قرآن خاص به خاطر نمی ختم قرآن و نمی چند آیت تلاوت کردن و مثلا سر قبرستان خواندن و یک مسافر دو از جا رسم است از زیر قرآن رد میکنن که میگه سفر زی بخیر بگذره، یک عروس وقت عروسی میکنن میارن زیر قرآن میگه زندگی زی خوش بشه. این گونه فکر میکنن که هدف قرآن همی است و قرآن به خاطری است. بخشی دیگر را ببینید قرآن به خاطر حفاظت خود میارن در داخل خانه میگذارن، فکر میکنن که قرآن ما را از جن و از دیو و از پری و از اینها نجات. اون دیوانه غافل از اینکه قرآن خودش جنیات هم به قرآن ایمان داره. بعدش و صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قوم منذرین تا آخر. خود او اجنه که تو فکر میکنی و از قرآن میترسو، به قرآن باور داره، اعتقاد داره، ایمان داره. گروه دیگری از ما به خصوص قرای عزیز ما، کسایی که قاریای قرآن هستند، تمام تلاششان، زحمتشان، هم و غمشان سر این است که قرآن ما چطور مثلا با چطور آوازهای زیباتری بخوانیم. من نمیگم که همه اینها بدن، ولی اصل هدف نزول قرآن هیچ کدامی از اینها نیست. هیچ کدامی از اینها نیست. این بخشی از جزئی از نزول است، نه هدف اصلی. هدف اصلی را قرآن خودش بیان میکنه. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. هدف نزول قرآن است که انسانها را از تاریکی نجات بده، از خرافات، از شرکیات، از بدیات، از مزخرفات، از عرف و عنعنات ناپسند، از زد و بندهایی که سر راه انسان قرار داره و چیزهایی که انسان را اسیر کرده، انسان را برده ساخته، انسان را به اصطلاح تابع دیگران ساخته. هدف قرآن است انسانها را آزاد بسازه. یا در آیت دیگر الله تبارک و تعالی میگه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن به خاطر راهنمایی آمده. چطور باید تجارت بکنی، چطور سیاست بکنی، چطور زندگی بکنی، زندگی اجتماعی، مشترک، انفرادی، در همه ابعاد مختلف زندگی انسان این قرآن برنامه داره. جالب است که شما وقت قرآن میخوانید عمیقا، اگر از اول قرآن تا آخر قرآن رو بخوانید، هیچ بودی از قسمتی از زندگی نمانده مگر اینکه قرآن در مورد یک برنامه داره. از آداب صحبت کردن، آداب اجتماعی، انفرادی، اخلاقی، معاملاتی، تعاملاتی، سیاسی، برو تا به آخر،
حتی تا بعد از مرگ دی قرآن برنامه داره. ولی متاسفانه ما به او اصل هدف نزول قرآن نپرداختیم. یا از زاویه دیگر اگر ببینید هدف نزول قرآن چیست؟ به خاطر تنظیم رابطه است. این قرآن آمده تا رابطه بین بنده و الله را تنظیم بکنه، آمده تا خالق ما را به ما معرفی بکنه. ما چنین پروردگار داریم، در برابر او چنین مسئولیت هایی داریم و جایبی داریم، باید او را بشناسیم. و عمول از قرآن وقتی که میگه فعلم، اول میگه بدان، بخوان انه لا اله الا الله، جز او ذات دیگری مستحق عبادت نیست. پروردگار را معرفی میکنه برای ما، یعنی به خاطر تنظیم رابطه بین انسان به خالقش. دومش رابطه بین انسان به خود انسان، آمده تا خود ما رو به خود ما معرفی بکنه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. در حقیقت ما اگر در وجود خود نگاه کنیم، آیاتی که پیشتر خوندیم، پروردگار خود را میشناسیم. ما اگر در وجود خود نگاه کنیم که ما چی؟ از کجا آمدم، آمدنم بهر چی بود، به کجا میروم، آخر نمای وطنم. روزها فکر من این است همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. خب این چیزی است که قرآن این رو برای ما تذکر میده که تو کی هستی. معمولا از اول میبینی خود انسان رو معرفی میکنه، بعد جایگاه انسانه، بعد مسئولیت های انسانه، بعد به اصطلاح آینده انسانه، همه به ترتیب خیلی به یک شکل زیبایی. وقتی شما در قرآن برید ببینید، اول خود انسان رو معرفی میکنه، بعد مقام انسان رو معرفی میکنه، بعد وجایب و مسئولیت های انسان رو معرفی میکنه، بعد آینده انسان رو برش میگه که تو چی میشی بعد از این مرگ، چه اتفاقاتی میفته در آینده. این بخش دیگری از هدف نزول قرآنش. بخش سوم رابطه، تنظیم رابطه انسان ها با خود انسان ها در اجتماع، در محیطی که ما زندگی میکنیم. چطور با هم نوعان ما باید برخورد داشته باشیم، چطور معاملات داشته باشیم، تعاملات داشته باشیم، روابط داشته باشیم در دنیایی که ما در او زندگی میکنیم، چگونه باید زندگی بکنیم. بخش بزرگی که ما محروم ماندیم از او، این همین قسمتی است که امروز متاسفانه بسیار ما از او محروم هستیم. کلی هستی را رب العالمین برای ما آفریده، در خود قرآن معرفی کرده. یک عده مسلمان های دیوانه را میبینی دست روی دست گذاشته، والله میگه ما سیب ترک دنیا کردیم، ما از این دنیا چیزی نمیخوایم، پشت به دنیا کردیم و سیب عابد و گوشه نشین شدیم. یک طرف عین راهبا و رحمای بنی اسرائیل یا مثلا در دین یهود یا مسیحیت بری، در حالی که رب العالمین میگه همه چیز ما برای شما آفریدیم. قرآن آمده تا برای ما تنظیم بکن. سخر لكم الشمس والقمر لكم، سخر لكم ما في السماوات والارض والانعام خلقها لكم متاعا لكم، سخر لكم البحر هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. هر چی هست امر الله میگه برای شما آفرید. الله میگه ولا تنس نصیبک من الدنیا، ما میگیم نیست، ما ترک دنیا کردیم. دلیل عقب ماندگی ما همین است که ما هدف اصلی نزول قرآن نمیفهمیم که قرآن به خاطر چی آمده. ما فکر میکنیم فقط همون خواندن است. والله میگه سوره اخلاص بخونیم اینقدر ثواب داره. بله ثواب داره، ولی یک مرتبه تو در خود عمق سوره اخلاص هم برید بفهمی که چی پیامی داره برای سوره اخلاص. سوره حمد بخونیم اینقدر ثواب داره، ولی تو یک دفعه در سوره حمد داخل شو ببینی سوره حمد چی پیامی داره برای. سوره واقعه را بخونیم میگه فقیر نمیشی. ما میگم مگر کل عمرت هم تو بشینی سوره واقعه بخونی، کار نکنی، تلاش نکنی، زحمت نکشی، از نعمت خدا استفاده نکنی، همون فقیر و بدبختی که بودی ما هستی. من خاطر کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. یدبروا آیاته، یعنی قرآن برای آمده. بنابراین بخشی دیگری از هدف نزول قرآن تنظیم رابطه خود انسان ها به انسان. ما در دنیایی که زندگی میکنیم، ما چطور مثلا با شما چگونه یک روابط داشته باشیم با اونها، با مسلمان، غیر مسلمان، در جامعه‌ای که زندگی میکنیم، زندگی ما بر چه اصول استوار باید باشه. یه چیزی است که قرآن آورده برای ما رو تنظیم کرد. و بخش اخیرش تنظیم رابطه انسان با بقیه مخلوقات دیگری که در دنیای هستی خداوند آفریده. یکی در بعضی از کشورهای اسلامی ما میبینیم، مثلا در افغانستان ما امروز ما هنوز من حیث مسلمان نتوانستیم رابطه خود را با موجودات غیر از انسان تنظیم بکنیم. حیواناتی که در حق ظلم میشه امروز در افغانستان، ما نفهمیدیم که قرآن بین ما بی حیوانات چگونه یک رابطه را تنظیم کرد. این رابطه بر اساس رحم است، شفقت است، عطوفت است، مهربانی است. اون مخلوقاتی که خدا در اختیار تو آفریده، برای استفاده تو آفریده، تو در برابر از سخت مسئولی. من یادم میاد دوران کودکی یک گلاب بر رویتان خر رفته بود در بین شفتل یک کسی، زمین شفتل را کاشته بود یا سبست. صاحب زمین آمده بود گوشای خر گرفته بود قطع کرده بود. من از اون زمان فکر میکردم خب این که خر بود رفت اون علف سبز خورد یا شفتل خورد، ولی خرتر از اون خر دیگه است که آمده گوشای خر بریده. شما در افغانستان امروز میبینید محافل سگ جنگی برقرار میشه، کوک جنگی برگزار میشه.
یا در بعضی کشورهای عربی شتر جنگی برگزار میشه. یا مثلا انواع و اقسام ظلم رو میبینی، شکارهای بیجا و بیمورد، حیوانات قتل عام میشه. دلیلش چیست؟ چرا این همه مسلمان باید بیرحم باشه؟ چون همون اصل قسمت دیگری از نزول قرآنه که تنظیم رابطی بین انسان با مخلوقات دیگر، ما او رو متاسفانه هنوز فراموش کردیم و نتونستیم که درست درک بکنیم و به تعبیر فرموده شما که آیات پیشتر خواندیم تدبر و تفکر بکنیم که این آیات به ما چی پیامی داره. ما پیرو دینی هستیم که برای ما میگه اگر یک سگ تشنه را آب بدی خداوند کل گناهانت میبخشه. یعنی یک آب دادن سگ وقتی اینقدر اجر و پاداش داره، چی تصور میکنی اگر سگ پای شکسته باشه او را تداوی بکنی؟ اگر حیوانی در یک جای در حال غرق شدن او را نجات بدی؟ اگر حیوان گرسنه شکمش سیر بکنی؟ وقتی که یعنی سگ مثال داد، وقتی یک سگ تشنه اینقدر ثواب داره آب دادنش، خب حفاظت از این عالم حیوانات چقدر اجر و پاداش داره. سلامت باشید جناب استاد. خب از اینکه در ماه مبارک رمضان قرار داریم و بیننده‌های عزیز و همه ما شما در جریان هستیم، عده‌ای از مردم هستن بالای کمیت عبادات زیاد فکر میکنن، یعنی 20 رکعت، 30 رکعت، 40 رکعت، 50 رکعت نماز تراویح بخوانیم یا نماز نفل بخوانیم و یا روزانه چندین بار ختم قرآن کریم کنیم. سوال پرسشی اصلی که مطرح میشه جناب استاد و بعضی از بیننده‌های عزیزم دیروز در برنامه‌ای که داشتیم مطرح کردن که آیا در عبادات کمیت مهم است یا کیفیت مهم است؟ یک چیز را خدمت شما اشاره کنم جناب استاد. دیشب که به نماز تراویح به مسجد که رفتیم، یعنی از نماز فرضی که شروع میشد تا نماز تراویح که 20 رکعت خواندن شاید از 10 دقیقه تجاوز نمیکرد. یعنی من فکر کردم پیش خود که الکترونیکی بود. بله تقریبا الکترونیکی دیجیتال بود. در این مورد اگر جناب استاد صحبت کنیم که کمیت مهم است یا کیفیت؟ بسیار بعضی چیزها در جامعه ما متاسفانه به شکل غلط برای مردم تزریق شده یا فهمانده شده. فرموده شما که فرمودین، یعنی بسیاری تصور میکنن که بعد از 10 رکعت کرده 20 رکعت بهتره، از 20 کرده 30، از 30 کرده 50، هرچی بالاتر بره، از 1 جز کرده 2 جز قرآن، از 2 جز کرده 3 جز. من امروز اتفاقا یک دوستی برای ما تماس کرد، گفت که ما شب در مسجد ما 5 جز قرآن میخوانن. من گفتم این 5 جز به چقدر وقت میخوانه؟ گفت که 5 جز قرآن میخوانن تقریبا 1 ساعت و 15 دقیقه خلاص میشه. چی رقم قرآن میخوانن که به 1 ساعت و 15 دقیقه 5 جزء قرآن به 20 رکعت نماز تراویح میخوانن؟ یعنی شما تصور بکنید 20 رکعت خود نماز تراویح، 4 رکعت فرض خفتن 24، 2 رکعت هم سنتی 26، 3 رکعت هم وتر واجب 29 رکعت. همین 29 اگر هر کدامش 1 دقیقه مد نظر بگیری، همون رکوع و سجده و قیام میشه 29 نیم ساعت خواهی میشه. یعنی به 45 دقیقه دیگه ممکنه 5 جزء قرآن کسی تلاوت کنه؟ خلاف موازین و اخلاق اسلامی یا خلاف اون چیزی که دین از ما میخواه. آنچه که دین از ما میخواه الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، نه اکثر عملا. اسلام از ما احسن عمل میخواه. پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد مسجد میشه، میبینی یک کسی یک رسمان به ستون مسجد بسته کرده، کنارش نشسته. پرسان میگونی به خاطر چی بسته؟ میگه یا رسول الله به خاطری که من عبادت زیاد میکنم، گاه وقت خواب میرم ایره در گردن بسته میکنم که نیفتم به زمین. باز که میگه چی رشخندی جور کردید؟ الله ملول نمیشه، خسته نمیشه، شما خسته میشین ملول میشین. فاتقوا الله ما استطعتم، از الله به اندازه‌ای که توان دارید بترسید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. من فکر میکنم هیچ پیام واضحتر و روشنتر از این نخواهد بود معذرت که خالق ما به ما میگه به اندازه‌ای که توان داری عبادت کن. بهترین صدقه میگه همو است که در توان انسان باشه. بهترین عبادت همو است که انسان او را با خشوع و خضوع و ذوق و شوق و توانش انجام بده، نه بالاتر از قدرتش. هیچ چیزی را الله تبارک و تعالی بالاتر از توان ما بر ما تحمیل نکرده. بنابراین این برداشت غلط است. من بارها گفتم کسی که 8 رکعت نماز تراویح میخواند، درست با قیام و قعده و قرائت و رکوع و سجده رعایت میکنه، به مراتب اجرش بیشتر است از کسی که 20 رکعت نماز تراویح میخوانه اما نه در رکوع، نه سجده، نه قیام، نه قعده، نه قرائت رعایت میشه. این 8 رکعت بهتر است. بله،
کسی که یک جزء قرآن کریم رو میخوانه به مراتب اجرش بیشتر است اگر درست میخوانه با تدبر و تفکر نسبت به کسی که 10 جزء قرآن میخوانه بدون تدبر و تفکر و لگد مال کرده روان است. بعد جرخی رمضان به احمد بله 40 بار ختم کردم 30 بار بله ختم کردم. بله. کسی که یک مرتبه در طول عمرش عمره میکنه اما با اخلاص، با خشوع، با خضوع احکام عمره را رعایت میکنه، در اونجا میره درش یک تغییر ایجاد میشه، به مراتب اجرش بیشتر است از کسی که 10 مرتبه میره و بالاخره آخرم سعی میکنه که خر عیسی اگر 1000 بار به مکه رود بازم نمو خر است و نمو خر است و نمو خر. متاسفانه بسیار از ما فکر میکنیم که یعنی هر چیزی میگه زیاد باشه، در هر چیزی کیفیتش مهمه، ماهیتش مهمه، شیوه انجامش مهمه. شما مثلا 2 نفر تصور کنید، یکی شب بلند میشه در نماز تهجد 8 رکعت میخوانه، یکی 2 رکعت میخوانه. اما اونی که 8 رکعت میخوانه از رکوع میزنه، از سجده میزنه، از قیام از قدم میزنه، بالاخره دزد نماز محسوب. ولی این 2 رکعت میخوانه، درست میخوانه. خب این اجرش بهتره نسبت به او. این شبیه این میمانه یک نفر 10 تا ویلا رو جور کرده، 10 تا تعمیر جور کرده بی خاصیت و بی کیفیت، اما یک تعمیر جور کرده بسیار منظم با یک دکوریشن بسیار زیبا، با مواد بسیار با کیفیت، با یک شیوه بسیار عالی. خب این به مراتب بهتر از اونهاست. یک کمپانی صدها موتر تولید میکنه بی خاصیت و بی کیفیت که سر هیچ چیزی از او حساب کرده نمیشه، ولی برعکسش یک کمپانی دیگه 10 تا موتر تولید میکنه، موتر بسیار درست و صحیح. خب این به مراتب است و بهتر. نه مثال به خاطر این دادم که تا بهتر درک بکنیم. ما در عبادات ما، من همیشه گفتم برای عزیزانم، چی در تلاوت است، چی در خواندن نمازهای نفل است، چی در تراویح است، چی در تهجد است، چی در صدقات است، چی در مسائل حج و عمره است، آنچه که از ما خواسته شده چند چیز است. میگن شرط قبولیت هر عبادت 3 چیزه. اولش ایمان به الله تبارک و تعالی و رسول صلی الله علیه وسلم است. دومش اخلاص است، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اخلاص یعنی که خالص کارت به خاطر خدا باشه، نه به خاطر مردم. متاسفانه در وطن ما بسیار نمازهای اربابی میخوانند. وکیل سیف فلانی گفته والله فلان مسجد 45 دقیقه میخوانن، تو چرا به نیم ساعت نخوانی؟ مجبور دیگه به خاطر حرف وکیل سیب، حرف وزیر سیب، حرف ارباب سیب، حرف موسفید و حاجی سیب. نه، عبادت خالص به خاطر خدا انجام بدی، خالص، هیچ کسی در او دخیل نباشه. این شرط قبولیتی باشه. سومش به طریقه و روش رسول صلی الله علیه وسلم باشه. همین قسمی که امروز بسیار از ما تلاوت میکنیم، بسیار از ما نماز میخوانیم، آیا رسول الله همین قسم خوانده صلی الله علیه وسلم؟ نمازی که در اون نه رکوع معلوم است، نه سجده معلوم است، نه اصطلاح قیام معلوم است، نه قدم معلوم است، نه تلاوت معلوم است. طرف قرآن خوانده نفهمیده که چی خوانده. من یادم است که چند سال پیش در یک ماه مبارک رمضان یک کس از دوستا قسم میکرد، میگفت ما قاری صاحب آورده بودیم که ختم بخونه. بعد برش گفتم که قاری صاحب چطور میخونی ختم؟ گفت که ما صاحب 3 قسم ختم داریم، یکیش از 15000، یکیش از 10000، یکیش از 5000. ما گفتم خب تفاوتش در چیست؟ گفت که 15000 ختمی است که صاحب من میخوانم، هم من میفهمم که چی خواندم، هم شما میفهمید که چی خواندین. این 15000 است. 10000ش ختمی است که صاحب من میفهمم که چی خواندم اما شما نمیفهمید که چی خواندم. 5000ش ختمی است صاحب که نه من میفهمم چی خواندم نه شما میفهمید که چی خواندم. یعنی متاسفانه هر چیزی رو برایش خند گرفتن، حتی در عبادات، کار بسیار نادرست و ناشایسته است. یعنی عبادات رو به تمسخر بگیرید. شما در صفحات مجازی امروز در صفحات فیسبوک و مثلا تیک تاک و اینستاگرام ببینید که چی خندی جور کردن. نمازهای رو گذاشتن که یعنی واقعیت در یک مسجد طرف نماز میخوانده ولی نماز نیست. شما اوصاف نماز منافقین در قرآن بخونید. من روز یک برنامه داشتم، شما باور کنید که در بسیاری از نمازها آدم رو مشاهده میکنه. منافقین در نمازشان کسل است. و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا. بسیار از ما که به نماز میریم چقدر به کسالت میریم، چقدر به غفلت میریم در نماز، هیچ نشاطی در ما وجود نداره. قرآن میگه منافقین ولا یذکرون الله الا قلیلا، بسیار اندک خدا رو یاد میکنن. چقدر کم یاد میکنیم در نمازهای ما الله تبارک و تعالی رو. قرآن میگه منافقین نمازشان همیشه تأخیر است. فویل للمصلین الذین عن صلاتهم ساهون.
تنبلی میکنن، غفلت میکنن، در نمازشان خشوع و خضوع درک نداره اصلا. در بسیار از نمازهایی که ما امروز میبینیم متاسفانه، این به خاطر این نمیگم که عزیزای ما ناامید بشن بگن والله پس ما دیگه چیکار کنیم، خب از ما توان ما نیست. شما به اندازه توانتان مسئولین، باید تلاشتان بکنید. اگر میبینید در یک مسجد نماز اشتباه میخوانه، خب یک مسجد دیگری که نزدیکتان است ترجیح بدید برید. با این 10 دقیقه یا 5 دقیقه زمانی نیست که به اصطلاح انسان کل عبادات خود رو نابود بسازه. در حالی که وضو میگیری، زحمت میکشی، در مسجد میروی، وقت میگذرانی، کوشش کن شکل درست‌تری بخون. سلامت باشین جناب استاد. به امید یادی که قاری صاحبا و دیگه مقتدی‌ها و دوستا و همه مسلمان‌ها هدایت شوند. جناب استاد، در مورد ازی که قرآن کریم مستقیم یعنی کلام خداست که همراه مخاطب انسان هاست و خداوند مستقیم انسان رو مخاطب قرار میده، یا ایها الانسان یا ایها الناس. یک انسان تا چه اندازه مکلف هست که قرآن کریم را باز کنه، بعدش تدبر کنه، وارد آیات شوه و از اون چیزی که استنباط میکنه در زندگی عملی خود پیاده بسازه؟ یعنی آیا از توان یک انسان به شکل انفرادی برمیآید که خودش قرآن کریم را باز بکنه، بعدش تدبر کنه، بعدش چیزی که در قرآن کریم از در زندگی عملی خود پیاده بکنه؟ بسیار عالی. قرآن آسان است. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. این قاعده عمومی است. قرآن آسان است، سخت نیست. یک طفل 10 ساله عجمی یا 5 ساله عجمی رو میبینی که مثلا با وجودی که به لسان عربی هیچ آشنایی نداره، اما چون از طرف فامیل سر زو تلاش شده، زحمت کشیده شده، وقت گذاشته، 30 جزء قرآن مکمل حفظ است. با زیباترین آواز به بهترین شیوه میخوانه. این خود دلیل بر آسان بودن قرآن میکنه. یا مثلا شما اگر وقتی قرآن بخواید بیاموزید، یک بخشی از قرآن، یک جزء یا 2 جزء رو بخوانید، دیگه با 27 جزء دیگر قرآن آشنایی کامل پیدا میکنید. این خود دلیل بر آسان بودن قرآن است. به یک بخشی از آیات قرآن اگر بالفرض بخشی مثلا متشابهات است یا آیات مجمل و مشتبه است، اگر برای انسان سخت باشد، بازم اونجا الله تبارک و تعالی گفته فقرأوا ما تیسر من القرآن، همون جای آسان تر بخون. خیر اگر جایی که برای سخت است، مشکل است، این بهانه شده نمیتونه برای انسان. بنابراین در شرایط کنونی من فکر میکنم برای انسان مسلمان عیب است، ننگ است که یک مسلمان با وجود این همه ابزار و وسایل و امکانات قرآن یاد نگیره. چطور که مردم زبان چینایی را یاد میگیرن، زبان انگلیسی را یاد میگیرن، زبان روسی را یاد میگیرن، زبانهای مختلف دنیا را یاد میگیرن، چرا قرآن باید یاد نگیرن؟ دلیلش چیست؟ چون برای او اهمیت میدن، وقت میدن، پول مصرف میکنن، ولی برای یاد گرفتن قرآن اهمیت نمیدن. ما در جامعه و در محیط کلان شدیم که متاسفانه کم اهمیت ترین شی در او جامعه قرآن بوده. من به صراحت میگویم اهمیت قرآن تنها به بوسیدن قرآن و داخل طاق بالا گذاشتن نیست، با چند نوعی پوش کردن قرآن. شما تصور کنید در یک محیط، در یک کشور اسلامی که برای یک یاد گرفتن زبان انگلیسی طرف حاضر باشه برای طفلش ماهانه 5000 افغانی فیس بپردازه، ولی به خاطر یاد گرفتن قرآن هفته 10 افغانی بپردازه. این اهمیت کدام یکی نشان میده؟ اوج بی رحمی ما را نشان میده، اوج بی اهمیتی یک مسلمان نسبت به قرآن نشان میده. طرف حاضر باشه به خاطر رفتن به یک کشور خارجی $50,000 سرمایه گذاری کنه تا به اونجا برسه، ولی حاضر نباشه به خاطر یاد گرفتن موارد دینیش سرمایه گذاری بکنه، یاد بگیره، دینیش بفهم. حاضر باشه به خاطر یاد گرفتن زبانهای مختلف دنیا هر قدر هزینه داشته باشه، وقت بخواد، تلاش بکنه، سرمایه گذاری بکنه، ولی به خاطر یاد گرفتن کلام خدا حاضر نباشه. خب از کجا باید یاد بگیری؟ من یک داستان رو بگم خدمت عزیزان. اونهایی که سنگ پیروی به اتباع از مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله رو بر سینه میزنن. امام ابو حنیفه با وجود مصروفیت ها و مشغولیت هایی که داشت، از یک طرف یک تاجر بود، بزنس داشت، تجارت داشت، از طرف دیگر مفتی اعظم زمانش بود، از طرف دیگر بحث تعلیم شاگردان و مثلا قضایای علمی و حل و فصل قضایای مردم بود. زیاد مصروف. میگن در خانه خود برای پسر خود یک استاد را انتخاب کرد. زمانی که فرزند امام سوره حمد در مکمل یاد گرفت، خود امام ابو حنیفه استاد فرزندش درخواست میکنه، بسیار ازش یک تقدیر ویژه میکنه، برایش یک هدیه بسیار گرانبها را تقدیم میکنه.
استاد شب میره به خانه با خودش فکر میکنه من چی کار کردم که امام این همه خدمت رو بریم کرده؟ چرا؟ کدام عمل خوب را انجام دادم؟ روزی بعد برمیگردم یا نزد امام میگه پرسان کنم که علت این همه اکرام و هدیه و تحفه چی بود؟ امام ابو حنیفه برش میگه که تو چیزی برای فرزندم یاد دادی که از این بیشتر لیاقت و جایگاه و شایستگی داره که باید مورد اکرام. تو چیز؟ تو سوره حمد است، ام القرآن، مادر قرآن. من از فرزندم شنیدم که سوره حمد را بسیار به زیبایی خواند. کدام یکی از ما امروز من حیث مسلمان حاضریم برای فرزند خود به خاطر آموختن قرآن سرمایه گذاری بکنیم؟ بنابراین ما من حیث مسلمان مسئولیم. چند مسئولیتی عمده داریم در برابر قرآن. اول من حیث مسلمان مسئولیم که ایمان درست به قرآن داشته باشیم. بسیار از ما مسلمان ها شبیه بنی اسرائیل متاسفانه در باب ایمان به قرآن. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. آنچه که به نفع ما باشه در قرآن به ایمان داریم، باور داریم، دفاع میکنیم. جایی که به ضرر ما باشه قبول نمیکنیم. من یک مثال بدم. در باب ازدواج همه آیات ازدواج قبول داریم، اما در باب طلاق که میرسه برای خود ننگ میدانیم. والله طلاق عیب است، ننگ است. مگر همه خدایی که دستور به ازدواج داده دستور به طلاق نداده؟ گفته اگر تفاهم نکردیم، جنجال بود، زندگی با هم نمیساختیم، جور در نمی آمدیم، فامساکم بمعروف و تسریح باحسان، یا به خوبی باید زندگی کنیم یا به خوبی هم دیگر رها بکنیم. در باب میراث بچه من آیات قرآن قبول داریم، در باب میراث دختر من قبول نداریم، در حالی که هر دو از طرف یک خالق است. اوج بی ایمانی رو به قرآن نشان میده. وقتی میگیم حق قرآن است که به او به معنای واقعی ایمان بیاریم، یعنی ادخلوا فی السلم کافه و تمام معنا، نه که بخشی قبول بکنیم بخشی قبول نکنیم. اینجا رو قبول داریم که بله برای بچه من همسر خوبی باید انتخاب بکنیم، ولی اونجا رو قبول نداریم که برای دخترمان هم اجازه بدیم که برای شوهر خوبی انتخاب بکنه در آینده. یک بخشش قبول داریم اما او بخش دیگرش قبول نداریم. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. ده ها مورد شما در قرآن میبینید. بنابراین حق قرآن است، این مسئولیت ماست که باید به قرآن به معنای واقعی درست ایمان بیاوریم. وقتی که درست ایمان آوردیم، قبولش کردیم، باز درست تطبیقش میکنیم در زندگی. در قدم دوم مسئولیت هر مسلمان از قرآن رو یاد بگیریم، درست بفهمیم. در قدم سوم بعد از یاد گرفتن فهم قرآن است، کوشش کنیم بفهمیم این قرآن. شما باور کنید اگر امروز یک سروی در جامعه اسلامی صورت بگیره، شاید 90% مسلمان ها کسایی باشن که قرآن نمیفهم اصلا. خب وقتی تو یک چیزی رو نفهمی چطور میخوای او را تطبیقش بکنی؟ وقتی دکتر برات یک دوا رو میده، چند پاکت قرص و شربت رو برات میده، برات تو شیوه خوردنش نفهمی چطور استفادهش میکنی؟ اول ایمان، بعدش یاد گرفتن، بعدش فهمیدن، در مرحله چهارم عمل کردن، تطبیق. قرآن کتابی برای زندگی کردن، ای باید تطبیق بکنیم در زندگی ما. تو این حیث مسلمان میخوای مثلا ازدواج کنی، جوان مسلمان، یک دفعه مراجعه کن ببین قرآن در باب ازدواج چی برنامه داره. کل آیات ازدواج جمع کن در یک جای، ببین سکو چی چیز برداشت میکن. میخوای تجارت بکنی، تجارت مورد پذیرش اسلام کدام نوع تجارت؟ چه شرایطی رو وضع کرده؟ میخوای برای کسی تعامل داد و ستد و قرض داشته باشی، قرآن چی شروطی برای قرض دادن وضع کرده؟ میخوای مثلا یک همسایه خوب باشی، چی برنامه قرآن برای همسایه خوب بودن داره؟ میخوای مثلا سفر بکنی به کشورهای خارجی، آیاتی که روابط بین المللی مسلمان ها رو تنظیم میکنه کدام آیات قرآن؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليه ان الله يحب المقسطين. کل اینا میخوای جهاد کنی، مینیس یک مسلمان مثل تعبیر غلطی که امروز فقط نام جهاد میگیرن، فکر میکنن که سر زدن و گردن بریدن و کشتن و قتل است، بس معنای جهاد نیست. هر جا کافر دیدی سرش بزنی و مالش به غنیمت ببری، برداشت غلط است. چه قواعد قرآن وضع کرده بری، چه اصولی رو وضع کرده بری؟ کتاب عمل است، نیاز داره که تطبیق بشه در زندگی ما. اصلا در داخل خانه ما چند فیصد ما در اخلاق اجتماعی ما قرآن رعایت میکنیم؟ یک مثال ساده بدم. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. چی آدابی بهتر از این آداب اجتماعی باشه در بین اقربا، دوستان، فامیل؟ یا در سوره نور در آیات دیگری که الله تبارک و تعالی میگه در 3 وقت باید انسان ها از هم دیگر اجازه بگیرن: من بعد صلات العشاء، من قبل صلات الفجر و من الظهیره، در وقت چاشت. این آداب است.
یعنی آدم به اینجا بسیار رنج میبره جناب عتیق صاحب که چه کتاب زیبایی داریم ولی متاسفانه هیچ استفاده نمیکنه. من همیشه برای دوستان گفتم اگر یک سوره حجرات ما در باب اجتماع به اصطلاح او را عمل بکنیم و تنظیم و ترتیبش منظم به شکل درست او را اجرا بکنیم، من فکر میکنم در جامعه اسلامی دیگه اصلا چیزی باقی نمیمانه به نام کینه و کدورت و بغض و عداوت و دشمنی و جنجال و بد اخلاقی و مشکلات. یک سوره حجرات فقط گراف جرایم من پایین میاد. چقدر دقیقاً شما یک دفعه درس هایی که تنها در سوره حجرات از امیر ببینید، مد نظر بگیرید، اوجی همون رعایت آداب اجتماعی رو برای ما نشان میده. اون جایی که قرآن میگه کسی به شما خبر آورد نپذیرید، اینجا کن فاسقون بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله، برای تحقیق کنید گپی آدم راست است یا نیست، همین گپ به من مربوط میشه یا نمیشه، چرا این خبر رو برای ما آورد، اصلا چرا، به ما چی ارتباطی داره این خبری که آورده. اون جایی که قرآن میگه شما برادر هم دیگر، خب برادر نسبت به برادر مگر بدبینی میکنه، بد اخلاقی میکنه، زشت رفتاری میکنه. اون جایی که در این سوره میگه شما همدیگر را مسخره نکنید، به قد همدیگر، به قیافه همدیگر، به ظاهر همدیگر، به گفتار همدیگر، به آواز همدیگر ریشخندی نکنید. اون جایی که قرآن میگه شما دنبال عیب همدیگر تجسس نکنید، تو مأمور نیستی دنبال عیب قاضی زاده بگردی قاضی زاده با کی ارتباط داره، چه کار میکنه، به کجا هست، چه وظیفه اش چی است، یا مثلا عتید با کی رابطه داره، به من چی ارتباطی داره. یعنی سرت در گریبان خودت باشه. اون جایی که میگه هم دیگر با لقب زشت یاد نکنید، پشت سر هم دیگر حرف نزنید، نسبت به هم دیگر بدگمانی، والا میگه سیف گمان میکنم این فلان دفتر میره کدام رابطه داره، با فلان زن در فلان جای صحبت میکنه، نمیفهم با او چی میشه. این گمانت غلطه، اشتباهه. بیا در اخیرش چی پیام زیباتر از این باشه که این اکرمکم عند الله اتقاکم، برتری خواهی نکنید، نسبت به هم دیگر تبعیض نکنید، نسبت به هم دیگر فخر خودنمایی نکنید. خب مشکل ما در است. از جمله حقوق قرآن یعنی تطبیقش است. باید تطبیق، بعد از تطبیق عمل ابلاغش است، برای دیگران میره برسانید. بعد از ابلاغش دفاع از قرآن است. ما من حیث مسلمان مسئولیم از کتاب باید دفاع کنیم. چون وقت برنامه کمتر است جناب استاد، دو پرسش دیگه هم داریم. خدمت شما. به نظر شما اگر یک چند تفسیر پیشنهادی را، چون در جامعه فارسی زبان، پشتو زبان و جامعه هستیم که زبان اصلی اکثریت مخاطبین عربی نیست دقیق، و برای از که در آیات قرآن تدبر کنیم نیاز است تا یک تفسیر ترجمه از قرآن کریم باشه که تا بدانیم که قرآن برای ما چی گفته. اگر چند تفسیر یا ترجمه پیشنهادی که به زبان فارسی، دری یا فارسی یا پشتو اگر شما برای بیننده های عزیز پیشنهادی کنین. بسیار عالی. اولا برای بیننده هم توصیه است که هر جا کتاب خوب رو میبینید بخوانید، از هر کسی که باشه، ولو از غیر مسلمان باشه، از مخالف مذهب شما باشه، مخالف فکر شما باشه، مخالف اندیشه شما باشه. گاه وقتی گل در بین خارها سبز می باشه، ولی تقصیر گل نیست. گل همو زیباییش داره، همو بویش داره، همو ترابتش داره، همو نمایش داره. تعصب در مطالعه نداشته باشید. هر جا کتاب زیبایی دیدید مربوط به هر حزب و هر گروه و هر دین و هر مذهبی بود از او استفاده کنید، بخونید. این یکی. دوم، در باب تفسیر قرآن، تفسیرهایی که به زبان فارسی نوشته شده، تفسیری که مفسرش خوشبختانه از جامعه افغانی خود ما است، در کشور خود ما، به نام اظهرالبیان، شیخ بدخشانی ما، تفسیر خوب است فکر میکنم. گرچه که هیچ کتاب تفسیری خالی از نگرش افراط و تفرید نیست. هیچ کتاب تفسیری شما پیدا نمیکنید که بگید تمام ایزی از اول تا آخرش موثق است و هیچ جایی در ازی اشتباهی وجود نداره. هر تفسیر یا در روی بعضی جای افراط وجود داره، بعضی جای تفرید وجود داره، ولی کسی که اهل مطالعه باشه قضایا تفکیک میکنه. دوم، تفسیر فی ظلال القرآن، تفسیر سید قطب، تفسیر عصری هست. اگر کسایی قدرت فهمش داشته باشن و کمک مشکلتر و سختتر است. تفسیر معارف القرآن است. تفسیرهای زیادی نوشته شده. تفسیر انوار القرآن است، بسیار ساده، هر کدامش نظر به متوانایی طرف است، نظر به برداشت طرف است که چی میتونه، چی مثال میتونه از او برداشت بکنه. بنابراین شاید تفسیرهای عصری تر هم از این باشه.
ولی به شکل مکمل هنوز نیامده باشه. مثلا بعضی از آیات قرآن رو به شکل آیاتی که ارتباط به اعجاز علمی قرآن داره، ارتباط به کون و مکان داره، ارتباط به سیارات و کائنات داره، تفسیر شده باشه. و فعلا چون عصر دیجیتال است، بله میتونن از طریق بله صفحات نظریه بسیار نیک. اینترنتی و چی من همیشه دیدگاهی می بوده که از هر وسیله و از هر ابزاری برای فهمتان استفاده کنید. اون چی که در اختیار و در توانتان است، شما امروز برایتان مقدور است. چقدر زیباست امروز مثلا حتی شاید کم کم چند سال بعد کتابخانه از بازار جمع بشه، دیگه شاید مشتری نباشه که این کتاب مجلد رو بخره، کل چیز هم پی دی اف جور میشه، یا مثلا به شیوه عصری تری شاید پیش بیاد. من شاید ممکن 10 سال 15 سال بعد شما اصلا کتابی در بازار، در بسیار از بازارها به شکل مجلد پیدا نکنید. همه چیز تغییر میکنه، رو به تغییر است. بنان جوانان عزیز ما خود را با ابزار و وسایل روز آشنا بسازن، آماده بسازن تا بتوانن از او وجه احسن تر استفاده کنن. تشکر جناب استاد بزرگوار. اگر به عنوان یک پیام اخیر اگر بگیم، چه راهکارهایی را میتونه که یک انسان، یک مسلمان روی دست بگیره، یک برنامه منظم نه تنها رمضانی بلکه در اوقات دیگر سال نیز دنبال بکنه و مطابق اون تقسیم اوقات زندگی خود را عیار بسازه، یعنی زندگی کاملا قرآنی. و نظر من فکر نکنم شاید در ذهن بعضی مردم تو تصور شود که زندگی قرآنی یعنی چقدر مشکل باشه. از تمام زندگی قسمی که خودتان اشاره کردین پیشتر که بعضیا فکر میکنن دین یعنی تمام دنیا را یک کنار بگذار، بعدش یک گوشه خلوت را یک عارفانه و زاهدانه زندگی بکن. یعنی این قسم یک تصور نزد اکثریت مردم موجود داره. حالا بیایم تعریف بکنیم از زندگی قرآنی، یک تعریف به اصطلاح مدرن. بسیار عالی. تعریف شما چی خواهد بود؟ بسیار نکته زیبایی اشاره کرده. من همیشه برای عزیزان گفتم که انسان‌ها در برابر استفاده از زندگی به چند دسته تقسیم میشه. یک گروهی هستند که تنها فقط به دنیا چسبیدن، میگویند و قالوا این هی الا حیاتنا الدنیا. اینها ناکامند. گروهی دیگری هستند که تنها به دین چسبیدن، از دنیا خود را محروم کردن، گفتن فقط از ما هم آخرت و بهشت است و بس دیگه چیز از دنیا نمیخوایم. اینها هم ناکامند. ولا تنس نصیبک من الدنیا، مخالف آیت سری قرآن رفتار میکنه. ولی کاتگوری سوم کسانی هستند که هم دین گرفتن هم دنیا را گرفتن، هم از دنیایشان استفاده میکنن. آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، هم آخرتش، یعنی هم برای زندگی دنیایشان تلاش میکنن هم برای زندگی آخرتش. کاتگوری چهارم کسانی هستند که خسر دنیا و الاخره، نه دنیا شد و نه آخرت شد، هیچ کدومی از اینا به درد اینها نخورد. نه برای دنیا تلاش کردن در دنیا چیزی شدن و نه برای آخرت تلاش کردن که در آخرت چیزی باشه. دقیقاً انسان‌های موفق یکی از جمله ویژگی‌هایشان داشتن یک برنامه است، تقسیم اوقات منظم هست. همه چیز در کون و مکان به اساس یک تقسیم اوقات میچرخه. یا آفتاب که طلوع میکنه، غروب میکنه، مهتاب، شب، روز، عباداتی که خداوند برای ما تنظیم کرده به حسب یک تقسیم اوقات است. ماه مبارک رمضان وقتش مشخصه، عید قربان وقتش مشخصه، 5 وقت نماز ما این الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تایم و وقتش مشخصه. تمام اینها بیانگری است که انسان باید با برنامه باشه. حالا این برنامه به 3 دسته تقسیم میشه. یک برنامه کوتاه مدته، یکی برنامه متوسطه، یکی برنامه طولانی مدته. انسان مسلمان در روی هر 3 کاتگوری باید برنامه ریزی داشته باشه. من یک مثال رو بدم برای عزیزان. ما باید برنامه داشته باشیم مثلا تحت عنوان برنامه ماهانه که در یک ماه چی کارهایی باید انجام بدیم. از اول ما تصمیم بگیریم که در این ماه ما باید چی کارهایی را انجام بدیم، همه چیزش تنظیم بکن. این برنامه کوتاه مدت. برنامه متوسط برای 1 سال ما، پلان ما برای این سال چیست؟ ما و شما در ابتدای شروع سال قرار داریم. در نمی سال پیش رو چی برنامه داریم؟ چی باید بکنیم؟ اگر زبان یاد نداری باید زبان بیاموزی. مسائل دینی نمیفهمی باید بدانی. کار و تجارت و برنامه اقتصادی داری باید رو برنامه ریزی کنی. در امور تعلیمی باید برنامه داشته باشی. در امور سیاسی برنامه، در هر چیزی که در ظرفیت تو است، در توانت است، باید یک پالیسی داشته باشی برای این امسال که از این سال استفاده بکن. این برنامه متوسط است. طولانیش برای آیندهت. زندگی به اساس امید استوار است.
برای ما بعضی از پیام ها و زنگ های میاد، بعضی دوستان سوال میکنه میگه آنقدر از مرگ میترسم که هیچ کاری کرده نمیتونم، هیچ اصلا فکر میکنم شاید فردا بمیرم دیگه همه چیز از بین میره. نه عزیزی برادر، زندگی به اساس امید است. تو باید برنامه‌ت طرح کنی، پالیسیت داشته باشی، تلاشت داشته باشی. خب حالا یا رسیدی به آخر برنامه یا در وسط برنامه، اگر مردی هم مردی، مشکل نیست. برنامه طولانی مدت برای 10 سال آینده، برای 20 سال آینده، برای 15 سال آینده چی میخوای باشی؟ همیشه انسان ها این را باور داشته باشید، از نظر دین و از نظر تجربه میگم، از نظر قرآن میگه فما ظنکم برب العالمین، گمان شما به الله چی است؟ عبدالله ابن مسعود میگه قسم به پروردگار آنطوری به خدا گمان داشته باشی همون اتفاق میفته. این از نظر اعتقاد و باور دینی است که باید در سرت گمانهای باشه، رویاهای باشه، خیال پردازیهای باشه، طرح ریزیهای باشه. تو تدبیرش کن، خداوند تقدیرش میکنه حتما. تو خودت برنامه رو طرح کن، روی کاغذ پالیسی و برنامه آینده ت بنویس که من میخوام در آینده بنویم به اصطلاح قولهای موفقیت برسم. تو ببین خدا رو امضا میکنه، تقدیرش میکنه یا نمیکنه. من یک مثال رو بدم براتون، در اخیر برنامه قرار داریم که به خاطر تجربه است. عمر رضی الله تعالی عنه یک روزی در روی منبر استاد میشه، در اثنای خطبه یک مرتبه میگه عمر چوپان و شترچران. صحابه بعد از نماز عبدالرحمن ابن عوف فرسان میکنه این گپ مناسب حال امیر مومنان نبود در روز جمعه در روی منبر، یعنی چی؟ دلیلش چی بود؟ حرفی بسیار عمیقی میزند عمر رضی الله تعالی. میگوید ببین من یک زمان شترچران بودم، چوپان بودم دنبال شترها. یک روزی با خود نشسته بودم، شترها رو نگاه میکردم، گفتم کاش اینها آدم میبودم، اینها رو من رهبری میکردم. با خودم گفتم که خب آدما رو رهبری کردن که راحت تره، اونا که عقل دارن، گپ میفهمن، اگر بگی بشی میشینه، بگی بخیز میخیزه. تصور کن این فکر در زمان عمر چقدر قبل بوده. 23 سال نبوت رسول الله سپری شد، 10 سال خلافت ابوبکر سپری شد، 33 سال، 2 سال ابتدای خلافت عمر سپری شد، 35 سال بعد عمر در روی منبر همون فکری 35 سال قبل در نظرش میآید که عمر یک روزی در ذهن چنین چیزی چرخید، امروز تو همون چوپان مسلمان ها هستی، در حقیقت امیر مسلمان ها در روی منبر هستی. میگه به خاطری که غروری بریم دست نده، می جمله را گفتم که عمر چوپان و شترچران تو همون عمر هستی. ممکن شما امروز یک طرحی در ذهنتان داشته باشید، این بعد از 5 سال، بعد از 10 سال، بعد از 15 سال همون تحقق پیدا بکن. اما وای به اون زمانی که کلم است کادو بری باشه، هیچ چیزی داخلش نباشه، خالی باشه، هیچ طرحی در اون نباشه، برنامه‌ای در اون نباشه، فکری در اون نباشه، تدبری در اون نباشه، اندیشه‌ای برای آینده در اون نباشه. این خطرناک است. بنابراین توصیه من برای عزیزان است که کوشش کنید به اساس تقسیم اوقات و برنامه زندگی کنید. برای خودتان حداقل یک برنامه داشته باشید. روانشناسان میگن سخت‌ترین نوع زندگی هموست که انسان بی برنامه باشه، هیچ نفهمه که اصلا فردا چیکار میکنه. بدترین روز شما روزی است که شما صبح از خواب خیستی نفهمیدی که امروز من باید چیکار کنم. بدترین شب شما شبی است که شما خوابیدید ولکن در این شب یک فکری در ذهنتان نبود که حداقل برای فردا یک پلانی نسنجیدی. بدترین هفته و بدترین ماه انمو ماه و هفته است که تو در او بی برنامه باشی، سرگردان متعیر. مثل در گذشته بزرگان ما برای ما در جامعه ما عرف بود، میگفتن بچیم برو درس بخوان. نمیگفت چی بخوان، به کجا بخوان، از کجا بخوان، تا کجا بخوان، پیش کی بخوان، برو بچیم درس بخوان. اوجی بی برنامگی یک انسان. خب در نتیجه چی یک لندغر یک لوچک جور میشه. یعنی ارتباط استاد نه به درد خود نه به درد جامعه. اگر نصیحت اگر یا توصیه اگر داشته باشین در ارتباط به اهمیت زبان عربی، چون زبان قرآن هست دقیقاً، و قسمی خودتان پیشتر اشاره کردیم به زبان انگلیسی، نمیدونم آلمانی و فرانسوی و زبان‌های دیگر چقدر انرژی، وقت و پول و مصرف میکنیم. در مورد این که شامل همین تقسیم اوقات روزانه و اگر زبان عربی هم باشه بسیار زیباست. روزی 2 کلمه یاد بگیریم در طول سال تقریبا با بخش بزرگ از زبان عربی آشنایی پیدا میکنیم. و یک چیزی خوبه که اشاره کردین، یک اشتباهی که در سیستم درسی و نظام درسی ما مکمل در وطن ما وجود داره همین هست. طرف میره 15 سال درس میخونه، مولوی میشه، میاد بالاخره اگر کتاب باز کنه از روی میتونه خوانده عربی، اما به مجرد کتاب بسته شد 2 کلمه عربی صحبت کردن نمیتونه. چرا نمیتونه؟ به خاطر اینکه برای زبان عربی اهمیت نداده.
در حالی که 15 سال نی، امور 3 سالشه بریم شما درست زبان عربی رو بخونیم با تمام گرامر و صرف و نحوش، بعد کل دین میفهمی. قرآن هم باز کنی میفهمی که برای چی میگه، حدیث هم باز کنی، صحیح البخاری هم برمی‌داری میخونی، هیچ دیگه نیازی به پیش شیخ الحدیث رفتن نداره. ولی این خود اهمیت زبان عربی است. اگر واقعا بفهمید، با هر مسلمان هم باید تلاش بکنه، به خاطری که دین ما، اساس و بنیاد دین ما که قرآن است، به زبان عربی است. خب اگر عربی رو نفهمیم چطور بفهمیم معانی قرآن؟ سلامت باشین. تشکر جناب استاد بزرگوار. سلامت باشین. به عنوان پیام اخیر اگر صحبتی داشته باشین، چون در آخرین لحظات برنامه. سلامت باشین. وقت زیاد فکر کنم طول کشید. پیام من است که عزیزای ما کوشش کنید از وقتتان، از این فرصت رمضانی استفاده بکنید و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. سلامت باشین. بخیر باشید. خب بیننده های عزیز و گرامی، رسیدیم به قسمت اخیر برنامه امروز لحظه های آسمانی. امید است که آنچه که شنیدیم، آنچه که استاد در خلال برنامه با ما یاد آوری کردن در زندگی عملیمان پیاده کنیم و قرآن کریم که اصلا برای هدایت بشر نازل شده و هدف اصلیش هم تنظیم امور دنیوی و اخروی ما هست، به این هدف ما از قرآن کریم استفاده کنیم. چون در آخرین لحظات برنامه قرار داریم، ناگزیر هستیم با شما عزیزان خداحافظی کنیم. تا برنامه دیگر شما را به الله بی‌نیاز میسپارم. خدا حافظ و نگهدارتان باد. رمضان بیا و از فضای ما غم رو ببر، با قدومت فیض آر و دیده نم رو ببر. رمضان بیا و از فضای ما غم رو ببر، با قدومت فیض آر و دیده نم رو